یوتیوبرهای ماینکرافت افرادی که از لحاظ سطح پلی با هم تفاوت‌های زیادی دارن و هر کدوم با روش و شیوه و ترفندهای خاص خودشون سعی می‌کنن که بچه‌های مختلف و بدوارز توی ویدیوهای خودشون بگیرن. اما توی این ویدیو من می‌خوام با دسته‌بندی یوتیوبرها توی لول‌های متفاوت ببینم که قوی‌ترین یوتیوبر ماینکرافت از لحاظها و زاویه‌های مختلف شاید کیه. پس بریم سراغ ویدیو. بچه‌ها این لیست منه که شامل کلی یوتیوبر متفاوت بدوارزی و البته 4 سطح رتبه‌بندی یوتیوبرها میشه، یعنی خدا، عالی، خوب، عادی و چرا ماینکرافت بازی می‌کنی. و کسی که تو قرار بگیره واقعا باید بگم که داداش چرا داریم ماینکرافت بازی می‌کنیم. یوتیوبر اول اسواکر. خب اسواکر پسر خوبیه، خوشتیپ، گل، خوشگل چیز نه. و خب بازیش رو در نظر بگیرم بازی بحثی ندارم داداش، تو عادی جات اوکیه. دیدم حله، امیدوارم راضی باشه واقعا. چند موضوع فقط بهتون بگم که من یوتیوبر اینا در واقع یوتیوبرای به راست پلیرن. مثلا ممکنه یه نفر یه فرد عادی باشه که اولش بهتر بازی کنه، ولی خب من دارم یوتیوبرا رو رنگ میکنم. این از این موضوع. و موضوع اینه که من فقط دارم یوتیوبرا رو از لحاظ سطح پلی و سطح بازی کردن مقایسه میکنم، نه اینکه طرف تاملش خوبه فلان از حرفا. و اینکه قطعا ایشون میاد این بالا، ایشون میاد اینجا، ایشون میاد اینجا. یوتیوبر بعدی ساید. خب ساید پسر گلیه و خب از نظرم بازیش هم خوبه، بازیش خدایی خوبه و خب مثلا جلوی ویش دستی که بازی کرده بازی موچی به نمایش گذاشته و دادش خوب دمت گرم عشق منی. آریا بلکبات که بازیش خدایی خوبه، بازی خیلی خوب و به نسبت تمیزی داره. میدونید میتونم بگم خوبیه که نزدیک عالیه و خوب خیلی واسه با عالی نداره، صرفا مثلا شاید در حد اگه مثلا این 100 باشه این 90 این 89. میدونید چی میگم دیگه، از که فاصله این دوتا خیلی کمه نسبت به فاصله این دوتا. آره سامان. حقیقتا من خیلی سر گذاشتن سامان توی لیست شک داشتم، چون داداشمون 5 ماهه که کلا خب هیچ خبری از برادر نیست. عکس کانالش هم این شده، نمیدونم که این اتفاق افتاد ولی در کل. ولی قطعا اگه بخوایم اون دوره اوجش رو نظر بگیریم، اگه اون موقعی که در واقع 2 سال پیش پشت سر هم ویدیو می‌داشتن کلا خیلی تو دوره درخشش اون موقع نظر میشه خدا. اما خب الان بعضی که همین حرف چند گرفت و دوباره براش یه بازیش افت کرد و خب تو عالی از اونم جای خیلی اوکیه براش. مثل ایلیا جی تی که خب ایلیا جی تی بازیش خوبه و خوبه مثلا عادی و خب خیلی حرفی راجبشون ندارم، داشت بازیت اوکیه دیگه. و خب من مثل ایلیا جی تی میدونم اینجا بگم اینا فقط نظر منه و نظر شما کاملا برای من عزیزه و بهتره که به نظر هم احترام بذاریم. اوکی. خفک اگر که بخوایم چند وقت پیش نمیدونم که یه ذره برادر تاکسیک اون موقع یه ذره سرش پای میومد، اما الان خب تاکسیک رو کنار گذاشته و بازیش هم خوبه واقعا. از نظر من داخل خوب خیلی جای اوکی برای آقای پفکش، اونم با کارهای بعضی اوقات جالبی که میکنه. سپی ماینر 2 سال پیش که خب خیلی تو زیاد بود، 1.5 سال پیش خیلی بازیش خوب بود، من خیلی دوستش داشتم واقعا. اما بازیش افت که بعضی اینکه پیسی خرید، یعنی پیسی خرید بازیش خوب شه، بازیش گند زد کلا و گند داره منظورم که افت کرد دیگه و از الان داخل بخش عادی الان بازیش، چون بازیش دیگه واقعا خیلی سطح بالایی حساب نمیشه در حال حاضر. شرمنده عشق من. حامد مور که حامد مور هم تقریبا مثل سپی ماینره، چند وقت پیش بازیش باز بهتر بود ولی الان یه ذره اونطوری خودش به باز نکرده، یه ذره بازیش ضعیف شده و میذارمش تو عادی قطعا، چون بازیش بد نیست، بازی ضعیف اصلا نداره. قطعا جلو من بازیش با من برابره یا شاید حتی بهتر باشه از من، اما خب بین یوتیوبرهای دیگه بهتره از با توجه به یوتیوبرهای دیگه مثلا نظر بگیریم هودن حامد مور میشه اینجا. نمیدونم داشت خودم قبول دارم اما این نظر منه. گارف چیز نه سالار که خب بازیش خیلی بهتر شده سال گذشته، مثلا برای اینکه بلالی حافظ خریده و خب تو بازیش توی سطح خوب کنار اردک دو حیو چیز زننه دو موجود غیر انسان کنار هم جاشون اوکیه. مگامونیکس مگامونیکس بازیش ذره افت کرده، به نظره که چه هستم 1 سال پیش بازیش افت کرده بود اینجا کلا بعدت حقیقتا اینجا خدا کاره بیلیجای عجیب غریبه که میزنه و خب تا هم بازیش افتضاح نیست و از نظرم داخل عالی میتونه باشه و تنها دلیلی که مگامونیکس رو میدونم عالی از نظر خودم اینه که خیلی کاره
با حاضر کرده. اصلا خداوکیلی بعضی ویدیوهایی که مثلا ایشون گرفته رو من نمیتونم. علی ماینر که خب گلو مصاف کردم مثلا. آره خب بازی علی ماینر بد نیست، بازی اوکی داره، بازی دوست دارم و آره نه حرف خاصی واقعا ندارم که بزنم، رو عادی میزنم از سید. ایکس جامپ، خب ایکس جامپ واقعا بازیش خوبه. خب و از مثلا سامستریکس و ویش و دستشان یه ذره فقط پایین باشه. از نظر من داخل عالی جای مناسبیه برای ایکس جامپ، که خب ایکس جامپ هم بازیش خیلی قشنگه. من واقعا بازیش دوستم، چند بارم داخل سرور مختلف دیدمش و منو برده، یعنی یه بار نشده من نشد ببرم و خب از نظرم عالی جای خوبیه. آره ابیرام برادر عزیز که حقیقتا احساس می‌کنم بازیش در حد همین ایکس جامپه، اما از جایی که ببین داداش من یه بار تو رو بردم برای همین یه لول من میسی دیگه ناموسن حرفی راش نیست. من گفتم در مورد کانتنت ها، ای در مورد کانتنتمون میسی میومد نه شروع کردم اگه در مورد کانتنتمون میسی خب یه داره لولش میومد پایین‌تر، اما خداوکیلی شکی در این است که بازی میسی عالیه، واقعا عالیه، یعنی رسما خداست واقعا. من تو خداست واقعا بازی میسی، واقعا بازیش فوق‌العاده تمیز آدم میبینه لذت میبره. اونر زامبی که اونر زامبی بازیش خیلی خوبه و با اون نظامی هم مثل ایکس جامپ با چند نفری چند بار بازی کردم، نه اینکه بدون من کیم ولی باهاش تو سرور میخواد تو تی ایکس مان و هایپیکسل چند بار دیدم میشه باهاش کردم و خب بازیش خوبه واقعا. تو عالی از اونم میتونه باشه و توی عالی جای اوکیه برای اون زامبی. اصلا من واقعا بازیش اوکیه داداش. ایستسان ام سی که ایستسان ام سی بازیش خیلی نزدیک سطحش به اون زامبی و خب بازیش خیلی خوبه، من خیلی بازیش دوست دارم شکل بازی کردنشو و همون عالی از آنم برات بهتره. آره نتیجه یه چیز اصلا مغزم کاران کارتال. خب کاران کارتال بازیش زیباست و قشنگ بازی میکنه و مثلا یه دقیقه یه سر به چنش بزنیم خدا وکیلی دیگه. کاران کارتال خیلی وقت ندیدم، باید ببینم و خب این ویدیو مناسبه چون چنج خاصی نمیخوام روش داشته باشه و همینو بریم ببینیم داداشمون چجوری بازی قرار بود اونو بزنی، قرار نبود ببینی که ظاهرم کرده چه. اوکی بچه ها حقیقتا پدرم در اومد تا بالاخره یه ویدیو اوکی ازش توی اخیرا پیدا کنم و بازی کانانا واقعا خوبه. اگر که چالش اینا نره واقعا خوب بازی میکنه، ازم توی خوب خیلی جاش اوکیه و بازیش واقعا خوبه. شاید هم عالی باشه نمیدونم، یا خوب یا عالی دیگه از من حالا خوب بازیش خیلی عالیه ها، ولی حس میکنم اگر تو خوب باشه چیز اوکی تری، یعنی همچنان لاست لایت. حقیقتا لاست لایت شاید از نظر شما پلیشون عادی باشه نمیدونم، اما از نظرم واقعا بازیشون خیلی تمیز و خوبه. من واقعا بازی لاست لایت رو که میشه آریا ماینر رو ماینر مگا واقعا بازیشون دوست دارم، خیلی تمیز و قشنگ بازی میکنن و 90 از چالش و چیزای مختلف هم وین میکنن. شاید تو آف رکورد ضعیف‌تر بازی کنن، شاید انقدر رکورد میکنن، اما چیزی که من ازشون میبینم پتانسیل خیلی خوب بودن و عالی بودن دارن دیگه، یعنی طرف میتونه عالی بازی کنه. می چی میگم دیگه. ویش که خب واقعا اصلا احساس می‌کنم ویش برای چی باید داداش خدا دیگه چه انتظاری داری؟ شاق یوتیوب فارسی ویشه دیگه، معلومه که پلیش خیلی بهتره. خب ویش واقعا بازیش خیلی عالیه، واقعا بازیش خیلی عالیه، یعنی من ویدیوش هیچ کانتنت هم ندارم میشم میبینم چون واقعا تمیز بازی میکنه. خیلی بازی کردن ویشو میپسندم، واقعا عاشق سطح بازی ویشم. بعد آقای ویش یه قلب از طرف من، شما قلب ساز استران که عزیز اگر که الان بحث کانتنت و ادیت و اینامو چیز داداش اصلا الیست وقت خواهیم شد نشد خدا بودن، اما خب از اونجایی که ما بحثمون ادیت و اینا نیست و فقط بحثمون سر سطح پلیه، استران اگه 6 7 ماه پیش بود میگفتم خوب بشنم عادی، اما خب الان بازیش خیلی بهتر شده. گلوریوس خریده و واقعا ویدئویی که بازی کردنش هست خیلی اوکی تر بازی میکنه، تو عالی خیلی جای اوکیه برای آقای استران. آره سامستریکس باز هم مثل حقیقتا مثل استران اگه 6 7 ماه پیش بود، اما برعکسش اگه 6 7 ماه پیش یه سال پیش بود میگفتم داداش بحثی که نیست خدایی، اما الان بازم خداست ولی یه داره با شک و تردید بیشتر چون بازیش ضعیف‌تر شده، اما همچنان بازیش خیلی اوکیه و قطعا خیلی خوب بازی میکنه و من و رفیقم با هم دیگه حریف قطعا نیستیم دیگه، داداش بیا قبول کنیم اینو که ضعیفم
در برابر سام. آره جسی که بازیش واقعا بازیش تقریبا توی سطح، حقیقتا من بهش یک ذره از جسی بالاتر میبینم با کمال احترام، ولی خب جسی هم بازیش خیلی عالیه، خیلی قشنگ بازی میکنه و قطعا اگه قشنگ و خوب بازی نمیکرد الان اکانتش جز پرلبترین و در واقع میشه گفت گرونترین اکانت نبود اگه خوب بازی نمیکرد. پس میذاریمش داخل خدا. نظر خداهامون زیاد شده احساس میکنم بگی نگی، ولی اشکال نداره چون حقیقت دیگه سید، واقعا اینا خدا لجندم واقعا. و خب میرسیم به های کامبو. های کامبو پی پیش خیلی خوبه، خب خیلی خوبه، ولی خدا نمیشه گفت که هست، شاید میشه گفت، نمیدونم واقعا نمیدونم. اما در رشته های کامبو یا من 200 بلاک انتظار نداره که نظر چیزی پایین‌تر، چیزی بگم پایین‌تر خدا دادش، یا 200 بلاک کلاش میکنه، گاد بریج میزنه، من یه بلاک گابی میزنم مثل اسکولا میفتم پایین و ایشون 200 بگذاریم خلاصه دارم خودم خیلی میکوبم اصلا کنم. و خب این از لیست من لیست خوبی شد و همونطور گفتم اینجا خالی مون چون من میترسم کسی اینجا بزنم، میترسم دراما زیاد. ولی خب خودم در نهایت چه دست خودم رو میذارم کنم اینجا، اما از آنم من و شما به اینکه کجا بذارم. فضایی که خیلی خودخواهی که بخوام خودم بیارم بذارم اینجا، میسپرم به شما و شما بگین که من کجا این لیست قرارم. و اصلا فکر نکنم مثلا میخوام بگم که نه اشتباه میکنی داداش، تو چه بگی چرا مانکرافت بازی میکنی هستم، چه بگی عادیم، چه بگی اصلا تو یوتیوبر نیستی، همه اینا رو من قبول دارم. نظر شماست، نظرتون برای من کاملا عزیزه. و خب آره این بود از این ویدیو و این نظر منه. شما هم هر نظری دارید رو حتما داخل این سایت درست کنید و برای من تو دیسکورد بفرستید، دوستانم بدونم نظر شما چقدر شبیه همین. آره و خب دوستان دارم تو ویدیو بعدی میبینمتون و تا ویدیو بعدی خدافظ.